همونطور که میدونین توی ندر نمیشه آب گذاشت. ولی بعضی هستن که با ترفندهشون ادعا میکنن که بله میشه. ما اینجاییم که ترفندهشون رو تست کنیم. به این صورت استیک پیستون رو میذاریم، واتر رو اینجا میذاریم و بلاک ردستون هم اینجا. بله همونطور که میبینید دروغ بود و هیچ آبی اینور پورتال ما نیست. ترفند بعدی میگه اگر ریلامون رو به این صورت بذاریم زودتر میتونیم حرکت کنیم. میریم برای تستش. بله همینطور که میبینید ترفندشون درست بود ولی باید پاور ریلامون رو بیشتر میکردیم. از این ویدیو نتیجه میگیریم هر چیزی که توی اینترنت میبینیم نباید باور کنیم. بعضیش راستن و بعضیش دروغ. اگر چیزی رو دیدی که خواستی تستش کنم برام کامنت کن.